بچه ها، من هستیم اشرف. اصلا خودتون میدونی دیگه. خب بچه ها، من تصمیم گرفتم اسیمو عوض کنم، یعنی لباساشون رو براشون جدید انتخاب کنم. بعد وقتی که ما فردا رفتیم مشهد فکرم به ذهنمه براستی ماستر پرینت که ویدیو نمیتونه بذاره، به جاش میتونم درخواستم بده منو که با هم دیگه بریم دانیس ورلد. میگم که ساعت بعد مامانم بپرسه ساعت چند میریم. یه دواسی ساعت 2-3 میریم ما. اب مامانم پرسیم ساعت 2-3 میریم که ساعت 4-5 میرسیم. وقتی میرسیم به خونه مشهد فکرم تو ذهنم اومد، یعنی تو سیمو فهمیدم چطوری درست کنم براشون. ماستر پینگ میخوام یه چیز بهش بگم. میگم که ماستر پینگ درسته که حافظت زیاد شده. چرا آخه من چیکار شده حافظت اینجوری شده؟ آخه یعنی چی؟ باز نکنه این رها بند چی این همه زحمت ویدیو درست کردی؟ بچه ها، رها برگشته. هر کس میخواد بهش هیت بده تو کامنت هم بنویسه چشم. بای.